از پخت مرغ به شیوه تکراری خسته شدی؟ میخوای که امروز این رقم که ما مرغ آماده کردیم شما هم آماده کنین که کاملا مزه‌دار است و همچنان خوش‌طعم و خوش عطر. یک مرغ مزه‌دار که شما میتونین اسرانه نوش جان کنین. البته از داخل جوسی مزه‌دار و از بیرون هم همچنان کریسپی مزه‌دار. ببینین که چه خوب یک مغز پختم شده. دوستای نازنین میریم با هم آماده میکنیم. البته گوشت را با دندان شیرین گل ریزه کنین لقمه لقمه. خب زردچوبه اضافه میکنیم، مرچ سرخ اضافه میکنیم، پودر زیره اضافه میکنیم و همچنان گرم مساله، نوش پیاز ریزه شده اضافه میکنیم، مرچ سبز تند اضافه میکنیم، گشنیج سبز ریزه میکنیم، یک دانه لیمو را فشار میتیم که آبش بره و همچنان از سیر و زنجبیل ریزه شده اضافه میکنیم. نمک اضافه میکنیم و همچنان روغن. خوب اینا را با هم ما میکس میکنیم که به خورد هم برن. 1 ساعت بمونیم که استراحت کنه. بعد از 1 ساعت 2 قاشق غذاخوری پر آرد نخود استفاده میکنیم و همچنان 1 قاشق از پودر کارن فلاور اضافه میکنیم. این را هم خوب میکس میکنیم. وقتی که خوب میکس شد برای 10 دقیقه اجازه میتیم استراحت کنه. بعد از روغن داغ میکنیم. البته زیاد داغ نمیکنیم، فقط متوسط. یک دانه کوشش کنین بسیار بارامی اضافه کنین که دستکای ناز و مقبولتان نسوزه. بعد از اون مرغکا را شما وقتی اینجا اضافه کردین ایرا شما یک شوربتین یا میکسش کنین به خاطر از اینکه به هم دیگه نچسبه. بعد از اینکه شما ایرا شور دادین به مدت 5 دقیقه ببانین که خوب ای پشت روش سرخ و مزه‌دار شوه. بعد از 5 دقیقه گوشت مرغ شما آماده میشه. در اون صورت شما میتونین که ایرا از ظرف بیرون بکشین. شما وقتی بیرون کشیدین این رقم یک رنگ رخ می داشته باشه و همچنان کاملا مزه‌دار است. و اما اینجا از گشنیج جان اضافه میکنیم به خاطر که بسیار خوش‌طعم و خوش عطرش میکنه. بویش من فوق العاده دوست دارم. عاشق بوی گشنیز هستم. سعی کنین داخل مرغ چقدر خوب پخته شده دوستای نازنین. از طرفتان ما اینا نوش جان میکنم و لذت میبرم. عالی.